درود خداوند بر شما با دوستان عزیز. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تهران هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه به کانال ما آشنا شدن، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی روشن بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروز ما میدان پلازا د کاستیلا شهر مادریدی اسپانیا می باشد. پلازا د کاستیلا یک میدان کلان است که در شمال شهر مادرید در ناحیه چامارتین جایگیر شده است. آن دارای دو انشاد بلندترین در مادرید می باشد که جالب دقت همگان را به خود جلب کرده است. جفت بینه‌ها با نام پوئرتا دی اروپا یا دروازه اروپا نامیده می شوند. بلندی اینها از 114 متر می باشد و تقریبا از 30 آشیانه عبارت است. آنها از تمام شهر مادرید نمایان هستند و خصوصیت آنها این است که هر دو بینه‌ها کج ساخته شده‌اند. آنها جایهای دهم و یازدهم بلندترین بینه‌های مادرید را اشغال می‌کنند، زیرا هر دو آنها یخیلند 114 متری. تصویر این بینه‌ها را شما در نوارهای خود مشاهده می‌سازید. اینچنین در کنار غربی میدان تورس کاستیلا 24 آشیانه موجود است. رنگ کبود و زرد رنگه دارد که در سال 2006 میلادی در بین 50 و 80مین بلندترین بینه‌های آسمانبوس در مادرید جای گرفته است. لایحه در سال 2004 میلادی آغاز شده بود، اما با سبب‌های مشکلات معین تکنیکی از قبیل یک چند خط‌های مترو و نقب در زیر میدان ساختار باید تا پیدا شدن حلی بهترین از نو بررسی کرده شود. کارها ماه ایول سال 2008 میلادی آغاز گردیده تخمینا تا ماه سپتامبر 2009 میلادی به انجام رسید. دوستان بریم با هم یک جای تماشا کنیم این پلازا د کاستیلا شهر مادرید را. دوستان این هم متروی پلازا د کاستیلا نصیب باشه بریم دیدنی. خب امروز خواستم که این میدان از نزدیک ببینیم. بسیار مشهور است در تمام دنیا، علاوه خصوص در مادرید یکی از جاهای تماشابا و توریستی هم است. خب دیگه ما میریم، با ما باشید دوستان عزیز. چه ما جریان دارن سفرهای ما. خب اینجا هم یک نفر میگه یک ارکستر نواخته است در متروی شهر مادرید. سلام دوباره دوستان عزیز. چنانچه ما گفتیم ما در شهر مادرید قرار داریم. مدت چند روز میشه که آمدیم و به یکی از جایهای دیدنی و زیبای شهر مادرید آمدیم. این هم پلازا د کاستیلا. ببینید دوستان، دوستان عزیز، این هم پلازا د کاستیلا شهر مادرید. ببینید چقدر زیباست. دوستان این هم رمزی چی میگن پلازا کاستیلا اسپانیا. این دو دانه هستن، این دیگرش. دماغ شو این تک گفتی که پاکی چی زرد زدگی هایی. ببینین هر برادرم چند طبقه باشن هم بدونم. شما یک دفعه چی را بینید فقط بو که هردش میغلطیده باشن، راست نیستن، کجاله هم. اینم دیگه ساختمان های پلازا کاستیلا شهر مادرید.
هتل ویا کاستیلانا پلازا د کاستیلا نام همین جای، یعنی پلاشا د کاستیلیا یا میدان کاستیلیا. چقدر زیبای با خدایی. همه ده ساختمانش دیوانه هست. ایره بینید شما کاملا دیگه هست که خیلی بلند است. من که نمیفهم باید دیدن در کار داره. گوگل چند متره، چند خواهی، چیش بلندیش. با بی طرف هم ساختمان های دیگه هم. دوستان عزیز، خیلی گفتیم در شهر مادرید چراغ‌های راهنمایی که چوش خیلی صدا دارن، آواز دارن. پای طرف خود مترو. ما ببینید دوستان یک بار میدان کاستیلیا را چقدر زیباست. شما یک دفعه طرفش هم ببینید. یک حادثه دو نفری را بید. دوستان عزیز، ما هنوز هم قرار داریم در پلاس د کاستیلیا شهر مادرید و چی گفتنیم باور که شامگاه های بیگاه شده است. ساعت 8 بیگاه های هوا ماشاءالله ابری شده است. خدا خواه بارون میباره. نگاه یک طرف کوچه شهر هم بینید. کوچه شهر مادرید خیلی زیبا هستند. خیلی. خب بگذاریم بریم این طرف. نگاه مردم سلفی میگیرن، عکس میگیرن. اینا بینید شما یک دفعه ساختمان ها رو بینید. خیلی این ساختمان ها نگاه از این چپ هم میشه من کازالا ساختگی هم. ما میریم با دیگه طرف. چنانچه گفتیم شهر مادرید که از شهرهای به حساب چی هست؟ چی میگن؟ توریست زیاد هست. یا بینه یک دیگه خیابان است. گفتی گپا ما رو میزنه ماشین. خب بیام شهر مادرید. بیام نگاه استاتوسی پلازا د کاستیلا. خب بریم که او طرف چی گپای؟ او طرف نه چیز دیگه هم موندگی های نمیدونم. او شاید درآمدن بمانه نمانه. خب این مجسمه زن بوده است. خب بارون سخت میشه بخیر. دوستانی از این که ایرا ببینید که از جای اساسیش آمدم داشت ببینید اگر نفر چقدر زیبا به خدا. دوستانی هم کوچه های شهر مادرید خیلی زیبا هستند. خیلی بغیر خانه های قدیمی که در سنتر دیدیم با این خانه های سواری مینیم در اینجاش بسیارتر بوده است. ساختمان های خوب و زیبا. دوستان عزیز شما یک دفعه دیگه این میدان بینیم. میدان کاستیلیا. خیلی نفر زیاد است. خیلی توریست زیاد است. خب میریم که طرف اگر بمونم بالا بریم که در بالای بالا بگیریم قصد سیامکه کنیم. خدا بگیره شما خواه گفه میزنن که خب این طرف بینین. میگم میریم اون طرف بینیم که در اون طرف چی گپای.
خیلی زیبا و جالب و دیدنی هم است. پایم نگاه کوچه کوچه شهر مادرید. با ما باشید دوستان، بازم برنامه ما ادامه دارن و بریم خود دیگه طرف. خب پلازا د کاستیلیا متروش دیگه نمیفهمیم اینجا چی گه باشه. اینجا یکم باغ باشه، بریم با هم. یه هم کدام باغ کدام چیزی هست که مردم بسیار رفته هستن. ما هم پارک بوده دیپاسیتو، پارتو دیپاسیتو نامش. میریم وارد داخلش که درونش چی گپه. یه هم دیگه طرف کوچه‌های شهر مادرید. دوستان عزیز، یه اون پارک در پیش پلازا د کاستیلیا، در میدان پلازا کاستیلیا. اینا که در آمدن که میدروی بعد این خیچتو در سر راحت بیان همه شسترانه اوه چی شسترانه میگم نه چی میگنش. خب اینجا هم یک حوضه طرفش، او طرفش باغ برادر. نگاه پارک بکنوین سرسبز، نگاه چیزی خاص نداره که بریم بنوار بکشیم. همین پارک بکنوین پارک بده، پارک عادی خیلی سرسبز است، خیلی زیباست. درش ما دفعه بینیم. اینا بینیش ما. خب هم در پهلوی میدانی پلازا کاستیلیا شهر مادرید. اینا بینید دوستان، این طرف که آمدیم ما این طرف میریم. اینا یک دفعه ببینیم. با خلق این دیگه بستگی اگری میمونن در آمدنی، چون بگهش ساعت نخشیده است محکم که از خدا میدونم. این طرف هم شما بینید برادر یک دفعه باغ کاستیله. این هم میدان کاستیلیا. خیلی خوب، خیلی زیبا، خیلی زحمت کشیدن برای اینجا، خیلی سوم مصرف کردن و رسوت کردن. یک جای تماشابا بحری سودنتا بحری سودنتا و دانشجوها و چی میگن توریستا و بحری همین مردم ساختن تشکیل کردن که تا بیان یک تماشا کنن. این مردمش هم شاید توریستا باشن، شاید مردم خودشان باشن، آمدن استراحت دارن. این هم میدان کاستیلیا بود برادران. دیگه برادران وقت شما رو دیگه نمیگیرم. اینجا رسیدیم به پرچم برنامه. این هم بود تمام معلومات درباره میدان کاستیلیا شهر مادرید. و دوستان عزیز، پیش از خداحافظی کردن با کانال ما سر بزنید، در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنید، با کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید. و چی گفتنی و درخواست پیشنهادی که داره زیر ویدیو با ما کامنت بسازید. حتما شریک کنین کامنتاتون برادران. دیگه خدا دیگه چی بگم، شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشد. بدرود، خدا نگهدار. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره میدان پلازا یا که پلازا د کاستیلیا شهر مادرید. خواستیم شما را آشنا بسازیم و با هم شریک شیم، ببینیم جای خوب و زیبا و دیدنی را.
دیگه شما رو به خدای پاک و منان میسپارم. پیش از خداحافظی کردن دوستان به کانال ما سر بزنید در یوتیوب، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید. و وقت زیادی شما رو دیگه نمیگیرم، شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند نگهداری همه ما و شما باشد. خداحافظ. بدرود.